ناصبی بودن این نیست که فقط اهل بیت لو بزنید. حدیثش بارها بیان کرد که ناصبی کسی نیست که اهل بیت مستقیم لو بزنید. چرا؟ کسی که این کار را میکنه ناصبی بودنش بر همگان آشکار میشه. الان جلوی روی ما و شما هر کس اهل بیت فحاشی بیادبی بکنه، همه ما و شما میفهمیم که ناصبی هستن، مثل سگ نجس. معصوم میگه بلکه ناصبی کسی هست که با شیعیان ما در حالی که میدانه اینها شیعه هستن دشمنی میکنه. تو وقتی میگی قوم فلان، میدانی که در همین قوم شیعیان شاه مردان هست، بازم که میدانی توهین میکنی، او لحظه تو از ایمان، از اسلام خارج شد. روز قیامت پرونده عمل تا باز میکنن که او بعد از تو کربلا بری، حج بری، نماز بخوانی، روزه بگیری، کل روزها در نماز استاد چی مثل میخ خم بشی، کلام پیغمبر خدا هست.